ساکن ناحیه یوانی تاجیکستان محمد نبی جلیلوی 23 ساله که در مهاجرت مهنتی در روسیه قرار داشت در اوایل ماه ینور به وطنش اخراج کرده شد. پس از فرود آمدن به دوشنبه از هواپیما او را نمایندگان نهادهای قدرتی تاجیکستان با اتهام تشکیل گروه افراطی و همکاری با سازمانهای ممنوع بازداشت و بعداً به بازداشتگاه موقتی کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان ارسال نمودند. در این باره آزادی اطلاع می‌دهد. همچنین معلوم شد که در برابر جلیلوف 3 مهاجر دیگر که از روسیه اخراج شدند بازداشت و در بازداشتگاه موقتی نگاه داشته می‌شوند. همه بازداشت شدگان برای پهن کردن نوارهای گروه حماس با عملیات نظامی در نوار غزه متهم می‌شوند. یکی از دوستان بازداشت شده رحیم سفرов به خبرنگاران گفت که یک هفته پیش جلیلوف را از جای کارش بردند و از آن وقت تلفنش خاموش می باشد. پس از این دوستان فهمیدند که سبب تعقیب محمد نبی در آن است که او مثل بسیاری از مسلمانان دیگر در صحیفه های خود در شبکه‌های اجتماعی نوارهای حماس را با عملیات نظامی در فلسطین منتشر کرده است. چنین روشی کار اکثریت را به حیرت آورد، زیرا سازمان حماس در روسیه و تاجیکستان ممنوع نشده است. به غیر از این روسیه با رهبریت حماس روابط دوستانه دارد و دوره به دوره نمایندگان این سازمان را در کرمل پذیرایی می‌کند. Если сильно не заморачиваться, чей союзник Израиль? Соединенных Штатов Америки. Чей союзник Иран и тот мусульманский мир, который вокруг него? Наш. یادرس میکنیم که پیوسته در رسانه‌ها درباره بازداشت مهاجران تاجیک در روسیه با اتهام بافته شده عاید همکاری با سازمان‌های ممنوع گزارش‌ها پخش می‌شوند. در واقع آنها اساساً برای لایک در منابع مخالفین یا مواد دارای خصوصیت دینی بازداشت می‌شوند. چنین روندها در خود تاجیکستان نیز جریان دارد. فیسبوک، одноклассники و یوتیوب با نام آسیم مجاهد صحیفه شده پس آن برنامه‌های تشکیلات‌های تروریستی را منتظم تماشا و جانبداری نموده است. تحریریت خبرها از چند حادثه به این مانند چی در پایتخت و چی در شمال کشور واقف گردید که در مطبوعات چاپ نشدند. ساکنان پایتخت به شرط افشا نشدن نامشان خبر دادند که نیروهای امنیتی در پس مبارزه علیه به اصطلاح تروریسم و افراطگرایی بدون اساس جوانان دیندار را بازداشت کرده به شعبه‌های محلی کمیته دولتی امنیتی ملی و یا وزارت کارهای داخلی برده تلفن‌های موبیلی آنها را به یگان اساس تفتیش می‌کنند. سپس به والدین زنگ زده با گشودن پرونده جنایی علیه فرزندان تهدید کرده پیشنهاد میکنند که پسر بازداشت شده اشان را بر عوض پرداخت مبلغ از 3 تا 5 هزار دلار ایمه آزاد خواهند کرد که چنین مبلغ برای اهالی تاجیکستان مبلغی کلان محسوب می شود. تصور کنید دیگر در چهره دین مبین اسلام این دشمنی قسم خورده خود را دیده است و تا امروز هم میبینید.